مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 2 مای خبر داد که در روزهای استراحت در راههای جمهوری با 3 صدمه مرگاور رخ داد. 8 مای سال 2022 تخمینا ساعت 21:15 راننده автомашین تمغه مرسدس بنز زایروف جاویدان سال تولدش 1988 ساکن نوع فرخار هنگام حرکت کردن از سمت دهه قهرمان به سمت دهه شهرک مسکو نویه همدانی از عهده اداره واسطه نقلیات نبر اومده پیادگر شریپوف محسدین سال تولدش 1982 ساکن نویه مسکو را پخش نموده از جای حادثه غیب شده است. در نتیجه پیادگر شریپوف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همین طریق 8 مای سال 2022 تخمینا ساعت 18:00 راننده автомашین تمغه روان امیروف عبدالکریم سال تولدش 1955 هنگام حرکت در روی ماشینگرد عینی پنجکند در حدود شهرک سرزم شهر پنجکند از عهده اداره واسطه نقلیات نبر اومده دوچرخران سلطانوف اولماس مردونقلوویچ سال تولدش 1998 ساکن شهر مسکو را پخش نموده است. در نتیجه دوچرخران سلطانوف جراحت گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 9 مای سال 2022 تخمینا ساعت 11:20 راننده автомашین تمغه اوپل استرا تورسونوف شفقت جان سال تولدش 1995 ساکن شهر بوستان هنگام حرکت در شورای چنوق خوجند دوشنبه در حدود شهر استرافشن از عهده اداره واسطه نقلیات نبر آمده به قسمت قفای سپرینتر که به شرمتوف نورالله سال تولدش 2001 ساکن نویه باباجان غفوروف تعلق دارد برخورده است. در نتیجه شرمتوف جراحت گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ شماره صدمه ها پرخطر شمرده می شود. بنا به آمار رسمی سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند. سرعت بلند حرکت و رعایت کردن قاعده های حرکت در راه همچنین راهها و ماشین های فرسوده از علتهای عمده صدمه ها از جمله صدمه های مرگاور در راههای تاجیکستان نام برده می شود.